درس ما خواهران عزیز امروز از تفسیر سوره جن بود و پیش از اینکه به تفسیر سوره جن پردازیم من گفتم درباره خودی همین جن چه خیلی مخلوق است و چی کارهایی را میتواند انجام دهد و درباره جن از قرآن و از سنت و این چونین از عرف مردمی ما چه ها میدانیم یک کم دربارش بیان کنم. برای آنکه سوره جن را درباره جن معلومات ندانسته شروع کردن برای اکثریت یک چند سوال ها را ایجاد میکند. به خاطر دور کردن سوال ها و شبهه های زیاده که به ذهن ما درباره این عالم غیب، عالم جن که تا حد دربارش از قرآن و از سنت از قول صحابه و قول علما خبر است، از اینها ما ندانسته به سوره جن گذشته نمیتوانیم. اینجا اولا کلمه جن ما در تاجیکستان جند با کلمه د گپ میزنیم، آره جند میگن، جند و اجینه، اما در زبان عربی جن هست و حتی سوره با نام جن آمده است که تفسیر سوره امروزه ما هم همان سوره جن است. ولی چه خیلی گفتم پیش از تفسیر کردن بیاید درباره این مخلوق خداوند یا گفتیم این مخلوقی که از یک جهت خیلی بزرگ است از یک جهت خیلی ضعیف است با هم معلومات داشته باشیم. خودی کلمه جن خواهران عزیز معنایش استتار یا پنهان می باشد. از این که الله میگه انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و هم قریبان او شما رو میبیند و شما او را دیده نمیتوانید. درباره شیطان گپ میزند که شیطان هم از جنس جن است. نام این چی است؟ جن است. معنای جن پنهان شده، یعنی چیزی که به چشم نمایان نیست. و درباره جن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند فرشته ها را پروردگار از نور آفرید و جن ها را از شعله آتش آورید و آدم را از خاک آورید. و حدیث در صحیح مسلم است. باز الله هم در قرآن میگوید و ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، در دوامش والجن خلقناه من قبل من نار سموم. مایان میگوید الله جن را یا جن را از آتش سموم آفریدیم که عبدالله ابن عباس میگن شعله آتشی که کمی با سیاهی آمیخته است پروردگار جن را از آن آفریده است. و جن سه تقسیم است میگویند از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که در طبرانی و بیهقی و حاکم آمده است. پیامبر میگن صنف از آن یا قسم از آن در هوا پرواز میکند و قسم از آن باشد در مار و در سگها جای می شود. سبحان الله. پیامبر میگویند قسم از جن در آسمان پرواز کرده می گردد، قسمش باشد در داخل مار و در داخل سگ، علل خصوص بدن می خونیم در داخل سگ سیاه جای می شود، قسم دیگرش باشد می آید و می رود، یعنی در اینجا و در آنجا زندگی می کند. پس وقتی که پیامبر به ما جن ها را تقسیم کردن خواهران عزیز، از این می فهمیم که زندگی تمام جن ها یکسان نیست. قسم از آنها حتی چی هستند؟ پرواز کرده می گردند. قسم دیگرشون باشد اینجا و آنجا زندگی میکنند، قسم دیگرشون باشد ضرر رسان و در داخل مار و در داخل سگ میشوند. و هر کسی که جن را تکذیب میکند یا به جن باور ندارد آیت قرآن را، سوره کامل قرآن را گویا که انکار کرده است. من چند سال پیش بود با خواهر صحبت کرده بودم که خواهر میگویند ما عموما میگویند مادر من به جن باور ندارد، یعنی خودش میگوید نمازخوان است اما میگوید همین چیز خرافات است، به این باور ندارم. هزار سبحان الله مسئله جن و دانستن جن
نیاز به عقل و نیاز به بیناییش ندارد. مسلمان کسی هست که وقتی که آیت آمد و حدیث آمد به آن سر فرود آورد. هر کسی که جن را انکار میکند و میگوید من به این چیز باور ندارم، بداند که او آیت ها و حدیث های متواتری در بخاری و مسلم بوده و حتی سوره کامل را از قرآن انکار کرده ایستاده است که با این انسان از دین خارج شده می رود. و درباره جن خیلی گفتیم، حتی آیت و حتی حدیث های زیاد است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین سوره جن که انشاءالله درس دیگر میخوانیم دربارهش خیلی معلومات ها برای صحابه ها دادن و چی گفتن؟ بدانید که آفرینش جن از مثل انسان ها از خاک نیست و آن از شعله آتش آفریده شده است و اگرچه الله میگوید شما اون رو نمیبینید و اونو همصفان شما رو میبینند، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در مسند امام احمد است که به ما خبر میدهند که بعضی از حیوان ها جن رو میبینند. بعضی از حیوان ها جن رو میبینند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که شما شنیدید صدای هوسی سگ رو، وقتی که سگ نویه میکشد یا گفتیم خیلی یک صدای بیزه که به حکاس مانند نیست و دور و دراز است، از آن صدا میبرارد و یا این چنین شما صدای بلند خر رو یا هنگاس خر رو شنیدید، آن هم در شب. در روز نبو میگن در شب وقتی صدای هنگاسی خر یا اینکه نحوه یا گفتیم صدای دور و دراز سگ را شنیدید، شما به الله از شیطان پناه برید، چون اینها جن را میبینن یا اینها میبینن همانی را که شما نمیبینید. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ این دو مخلوق سگ و خر برای اینها پروردگار همین چیز را داده است یا گفتیم همین گونه از دیگر مخلوقات فرقیت را داده است که اینها جن را دیده می توانند. اکنون بیاید ببینیم که شیطان، همان شیطان لعینه که اصل تمام خطاگی هاست، لعنت بر او در دنیا و در آخرت، از چی چیز آفریده شده است؟ خواهران عزیز، شیطان هم از جن است، از نوع از جن است. یعنی الله وقتی که درباره ابلیس صحبت میکند یا درباره جن صحبت میکند در قرآن گشته و برگشته و سجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس میگوید و در آیت دیگر کان من الجن، تمام فرشته ها سجده کردند به آدم وقتی که من امر کردم مگر ابلیس یا مگر شیطان که او چی بود؟ او از اصل جن بود. پس شیطان مثلا مایان از جنس آدم باشیم، شیطان از جنس جن هست. اما از جن ها انشاءالله در تفسیر هم میخونیم گروه مسلمان هستند و گروه کافر هستند و همون جنی بزرگ یا گفتیم همون شیطان بعد از اینکه از گفته پروردگار سرکشی کرد و کبر و غرور ورزید، نام او گشت ابلیس. ابلیس همان متمرد یا سرکشی که به گفته پروردگارش سرخم نکرد و رانده شد. شیطان معنای رانده شده و ابلیس معنای چی است؟ سرکش یا گفتیم اطاعت نکننده. بعضی از علما میگویند نام شیطان پیش از اینکه شیطان یا ابلیس شود عزازیل بود. عزازیل بود. البته این سخنی بعضی از علما هست، عزازیل بود و بعد از آن که عصیان کرد و گناه کرد نامش چی شد؟ ابلیس شد و نامش شیطان شد. پس وقتی که الله میگوید الا ابلیس ابی و استکبر و کان من الکافرین یا که او از جنس جن بود در آیت دیگر می آید، پس شیطانی که این همه لشکر دارد و این همه وسوسه دارد او چی است؟ اصلش از جن هست، او از جنس جن است و نه از ملائکه است و نه از چیزی دیگر. بعضی از علمای حتی هستند که میگویند جن یا ببخشید شیطان پدر تمام جن هاست. تمام جن هایی که در روی زمین هستند آنها آفریده شده اند از جن، چگونه که تمام انسان ها آفریده شدند از آدم، که برای این یگان دلیل نیست، ولی خیلی گفتم خودی شیطان جنسش از جن می باشد. اکنون بیاید ببینیم که
وقتی که الله میگوید الا ابلیس کان من الجن، مگر ابلیس که از جن بود، پس چگونه جن یا ابلیس همون شیطانی که خودش از فرشتگان است، او همراه فرشتگان در نزد پروردگار زندگی میکرد. اینجا وقتی در جوابش میبینید عبادت زیادش بود، یعنی از حد زیاد عبادت کرده بود که حتی او به نزد فرشتگان مقرب پروردگار برآمده بود. ولی بعد از اینکه سرکشی کرد و کبر و غرور ورزید، چیکار شد؟ از آن همه مرتبه بالا به ابلیس لعین، شیطان رانده شده از رحمت پروردگار تبدیل شد. وقتی میگویم خواهران عزیز جن و پیامبر گفتن جن از آتش آفریده شده است، آیا جن میخورد، می نوشد؟ آیا جن ازدواج می کند، فرزنددار می شود؟ آیا جن ها می میرند؟ جن ها چه قدرت ها دارند؟ این سوال ها ذهن ما رو زیاد مشغول می کند. و پیش از اینکه من به همین موضوع مفصل تر داخل شوم، پیشتر هم زیاد گفته بودم، به شاگردان هم همیشه در درس ها می گویم که من شخصا خودم تقریبا ملت رو نمیشناسم مثل ملت خودمون که اینقدر از جن بترسن. در مثلا اجتماع، در اشتی که من زندگی کردم تا 18 سالگی، تقریبا دویم سیوم عروس یا جن زده میشد یا جن میدید یا از جن میترسید. و بعد از اینکه سفر کردیم و با خواهران زیاد از طرف جنوب شمال، از هر طرفی کشور شناس شدم، عیناً همین چیز رو همه میگوین در خود پایتخت هم همین گونه جن زده خیلی زیاد است. حتی در دیگر ناحیه های تاجیکستان هم یا در دیگر شهرها هم همین چیز مثل ما بوده است. پس همون جنی که مثل من و شما مخلوق است، انشاءالله کمی بعد در بارش میخوانیم، مویان بعضی ها حتی ترس از جن رو در قلبشان بالاتر از ترس الله جای دادن که اینقدر از جن میترسن. در بارش صحبت کردید، رنگهایشان سفید میشوند، کودکان رو هم میترسانند، در حالی که با یک آیت الکرسی خواندن، با طهارت خواب رفتن، با یک ذکر، جن به یک مخلوق بیجان بیچاره ضرر رسانده نمیتوانسته تبدیل میشود. و وقتی گفتیم این کمی درباره این قدر نترسیدن ما از جن بود، اکنون برگردیم به جن ها که آنها چی میخورن. حدیث در بخاری آمده است از ابو هریره که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، ابو هریره میگویند به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای استنجا کردن من به استخوان و این چونین با سرگین حیوان آمدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را رد کردند. سپس گفتند هر دوی اینها، یعنی استخوان و سرگین حیوان، طعام جن ها هست، خوراک جن ها هست. و در حدیث دیگر آمدگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند گروه از جن ها به نزد من آمدند و من آنها را به سوی الله دعوت کردم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوتی که کرده بودند آن فقط برای انسان ها نه، حتی جن ها هم آن را شنیده بود و به آن ایمان آورده بود که انشاءالله در تفسیر سوره جن با هم خواهیم خواند. حدیث درباره گروه از جن ها هست که به نزد پیامبر می آیند، پیامبر آنها را دعوت میکنند، سپس آنها به پیامبر میگویند به ما یگان نمود خوراک تعیین کن یا که ما چی بخوریم از آن بگو. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر استخوانی که شما میبینید، عجیبش در حدیث آمده است استخوانی که با بسم الله کشته شده است، هر استخوانی که میبینید آن خوراک شما هست، بالای آن پروردگار از نو گوشت میدماند و هر سرگین حیوانی که میبینید آن خوراک حیوانهای شماست. و سبحان الله از این حدیث برمی آید که جن ها مرکب هم دارند، یعنی حیوانهای مخصوص خود را دارند که به آن سوار میشوند. و پیامبر چی گفتن؟ استخوان ها خوراک خود شما هست و سرگین ها علف حیوان های شما هست. پیامبر برای آنها خوراکی که از آن باید بخورن تعیین میکنن. و همین گونه حدیث ها درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در مثلا جایی که در آنجا
سرگین حیوان ها هست ننشینید نماز نخوانید گفتن، اکثریت علما میگن برای نجاست نه، برای آن که در جایی که سرگین زیاد است، استخوان زیاد است، در آنجا چی می شود؟ جین زیاد می شود. در آنجا جین زیاد می شود و پیامبر در آنجا نشستن و نماز خواندن را منع کردن و این درباره خوراکشان بود. پس استخوان و چی سرگین خوراک جین ها می باشد که ما نمی بینیم ولی پروردگار بالای آن باز گوشت می دماند. و آیا جین ها ازدواج می کنند و زیاد می شوند؟ آره، تقریبا تمام علما به این چیز اتفاق هستند که جین ها ازدواج میکنند و از آنها فرزند تولد می شود. جین ها و نسل آنها همین گونه زیاد شدن میگیرد مانند ما. و آیا جین میمیرد یا نه؟ خواهران عزیز، اینجا آمده است که شیطان که او از جین هست، خداوند برای او تا روز قیامت چی داد؟ عمر داد. وقتی که او از الله خواست که انظرنی الی یوم یبعثون، و من مهلت بده تا روز قیامت، الله گفت انک من المنذرین، من به تو وقت میدهم، تو میتوانی تا روز قیامت از انتظار شدگان باشی یا از عمری دراز دادگان باشی. پس یگانه ابلیسی که او همان شیطان است، برای او تا روز قیامت عمری دائمی پروردگار داده است. اما بقیه جین ها بعضیشان عمری خیلی دراز، بعضیشان کمتر، مناسب خود چی دارند؟ عمر دارند. یعنی جین ها هم میمیرند و جین ها هم خیلی که پیامبر آنها را تقسیم کردند، بعضی ها دراز عمرتر، بعضی ها کوتاه عمرتر، بعضی ها باز حد مقداری که الله مقدر کرده است عمر میبینند. اکنون بیاید ببینیم درباره مکان هایی که جین ها زندگی میکنند و وقت هایی که در آن وقت جین ها هجوم میکند. درباره مکانهایشان اولا حدیث ثابت است که در همین دنیای ما زندگی میکنند، یعنی جای زیست جین ها هم همین دنیای من و شما، جایی که من و شما زندگی میکنیم. ولیکن اکثریت در خرابه ها، یعنی خانه های ویران و زباله، جای های پرتوگاه زندگی میکنند، جای هایی که در آنجا نجاست است، حمام یا گفتیم حاجت خانه و جایهای چرکین. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از داخل شدن به حمام میگفتند اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، از تمام جنهای چه زن باشد چه مرد، از جنهای چرکین من به تو چی میکنم؟ پناه میبرم. یعنی جن عادتا در خانه های ویرانه و در جایهای چرکین، پرتو و حمام ها زندگی میکند. و این چونین در بازار، سبحان الله، و این چونین در بازار که در صحیح مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بازار معرکه شیطان است. بازار معرکه شیطان است. و برای آنکه خواهران عزیز اگر ببینید زنازنی، داد و فیغان، دروغ‌هایی که هیچ پروا نکرده بعضی سوداگران میزنند، بعضا حیران میشوی که شیطان گپ زده ایستاده است یا همین روبرویت. و پیامبر چی گفتن؟ بازار رو معرکه شیطان گفتن. و چقدر میتوانیم زنها خصوصا تا قدر توان در این زمانی فتنه و که دیگر جنها در خانه های هم خیلی زیاد گشتند، به سبب تلفن و اینترنت ها از بازارها دور باشیم. و وقتش رو هم پیامبر بیان کردن. اینجا وقتی گفتیم جای زیست جنها رو گفته گذاشتیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که شب فرا میرسد، یعنی در وقت نماز شام، در این وقت بسم الله بگویید و فرزندانتان را از بیرون به خانه خوانید و این چونین درها را بسم الله گویان پوشید، بالای خوراک و آبها را پوشید و تا تاریکی تمام نشدن کسی از فرزندان بیرون نبراید و همین که کلن تاریک شد می توانند از نو برایند. یعنی وقتی نماز شام وقتی پهن شدن جن ها هست میگویند. وقتی نماز شام، وقتی غروب چی هست؟ وقتی پهن شدن جن ها هست که پیامبر میگویند در این وقت کودکا رو از بیرون به خانه خوانید و بسم الله گفته درها رو ببندید. اما درباره مجلس هایشان، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند
شما بین جایی که آفتاب و سایه هست ننشینید، یعنی یک طرفتون آفتاب بزند یک طرفتون سایه بزند ننشینید، که این چی است؟ نشست شیطان است. یعنی نشستن بین چی؟ بین آفتاب و بین سایگی، یا کلا در سایگی باید نشست یا که در آفتاب نشست. و درباره حیوان‌هایشان گفتیم که سبحان الله جن‌ها حتی حیوان‌ها و مرکب‌ها دارن، اگرچه بعضی جن‌ها پرواز میکنن، باز جن‌های دیگر هم هستن که آنها چی بالای حیوانی خود میگردن. و بعضی حیوان‌ها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم، بعضی از حیوان‌ها رو مثلا شتر رو گفتن زیادی همراهش جن میشود، و کمی بعد میخوانیم که سگ سیاه و مورهای خانگی هم زیادیش رو پیامبر گفتن در داخلش جن میشود. و اما درباره شکل جن، درباره صورت جن، صورت شیطان چه خیلی است. از این که شیطان یا جن ها شاخ دارن، این در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در وقتی برآمدن آفتاب و در وقتی فرو رفتن آفتاب شما نماز نخوانید، چون آفتاب بین دو شاخ شیطان میبراید و بین دو شاخ شیطان می نشیند. و در شرحش آمده است که مشرکان در وقتی طلوع کردن و در وقتی فرو رفتن آفتاب با آفتاب نگاه کرده سجده میکردن، شیطان هم این فرصت رو غنیمت دانست و همین گونه می استد که آفتاب گویا از بین دو شاخهایش میبراید. و این چونین پروردگار در سوره صافات درباره درختی که در جهنم هست میگوید طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، شاخه های آن مانند سران شیطان است. یعنی شیطان خودش یا جن خیلی شکل قبیح دارد، مگر جن های مسلمان که والله اعلم آنها شکلشون به چی تبدیل می شود. بعضی از علما میگویند شکل شیطان به یک مرد سیاهی که ریشی دراز دارد، قوشهای بلند دارد و این چونین دو شاخ بزرگ دارد و دوم دارد، به این شکل مانند است. همین گونه یعنی شکل دارد، یعنی هم دوم دارد و هم چی دارد؟ هم شاخ دارد. و درباره گفتیم شاخش در حدیث آمدگی هست و درباره شکلش که ما نمیبینیم ولی بعداً میبینید که خواهران عزیز خداوند همین گونه قدرت داده است که به هر شکل خودش را تبدیل داده میتواند. جن به هر شکل خودش را به صورت یک آدم، به صورت یک دخترک زیبا، به صورت حیوان تبدیل داده میتواند که درباره‌اش روایت ها هم هست. اما درباره قدرت هایش اگرچه گفتیم در برابر یک انسان مؤمن خیلی بیچاره هست و با یک آیت الکرسی خواندن ذلیل می شود، ولی قدرت های عجایب هم دارد که انسان ها اصلا آن را ندارند. مثلا پروردگار در سوره نمل وقتی درباره حضرت سلیمان صحبت می کند، در یک لحظه از یمن تا فلسطین برابر یک نگاه کردن، یعنی از این طرف هم خیلی این طرف نگاه کردن می رود و افرید یا گفتیم ببخشید افرید شیطان جن دیگری که او صاحب علم بود تختی آن ملکه یا گفتیم بلقیسی که در آن وقت ملکه یا شاه یمن بود گران می آورد. از این آیت ما می توانیم خلاصه گیری کنیم که در یک لحظه مسافه های خیلی دور را می تواند جن طی کند و این چونین درباره به آسمان برآمدن و حتی رسیدن تا نزدیکی آسمانی یکم یا دروازه آسمان یکم که در سوره جن میخوانیم که آنها چی میگن؟ و ان کنا ما نسمع منها بود، آیت از به یادم نامده استاده است. و ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، آره و ان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ما میگوید می رفتیم در بعضی جایها می نشستیم و چی خبری فرشته ها رو می شنیدیم. الان باشد وقتی می رویم
ما رو ستاره میزند یا شعاعهای ستاره ها میزند. از این آیت ما میتوانیم استنباط کنیم یا گفتیم خلاصه گیری کنیم که انسان ها از ماهتاب دورتر رفته نمیتوانند. آره، اما جن به فضا کی هاست که میبراید. یعنی جن قدرت دارد که به فضا و تا نزدیکی دروازه آسمان یکم رفته میرسد که در حدیث آمده است که وقت پروردگار یگان چیزی را، حدیث در بخاری است، مقدر کند یا یک چیزی را پروردگار امر کند، یک باره فرشته هایی که حامل عرش پروردگار هستند یا عرش پروردگار را میبردارند به تسبیح گفتن شروع میکنند. سپس فرشته های آسمان های پایان هم تسبیح میگویند. سپس فرشته ها میپرسند که چی چیز را برای چی شما تسبیح گفتید و حملت العرش میگویند که پروردگار فلان چیز را چی کرد؟ مقدر کرد. و از این علم غیب که خداوند چی چیز را تقدیر کرد یا چی چیز را حکم کرد، وقت فرشته ها با هم گپ میزنند در آسمان یکم، جن هایی که رفته اونجا گوش میکنند اون خبر رو میگیرند و آمده به جادوگرها میگویند، به فالبین و جادوگرها میگویند و پیامبر میگویند به یک کلمه راست 10 ها یا از آن زیادتر گپ های دروغ رو آمیخته میکند و جادوگر به دیگران میگوید. و همین چیز یعنی رفتن و در آسمان گوش کردن خبر فرشته ها، سپس آمده خبر دادن به جادوگران تا آمدن پیامبر چیزی عادی بود. یعنی فالبین و جادوگرها خیلی گویا با این یاردم جن ها به مردم پیشگویی میکردند و درآمدی خیلی کلان دارند. البته که حاضر جادوگرها اون قدرت رو ندارن، اگرچه فریب زیاد و نیرنگ زیاد و هزار و یک کفر و بدعت دیگر دارند. آن زمانه جادوگرها خبرهای آسمانی را از طریق جن‌هایی که همکاری میکردن میشنیدن و بعد از پیامبر آمدن به آنها اجازه داده نمی شود و دیگر آسمان تماما با ستاره ها درهای شنیدن خبرها را میبندد. و وقتی که آنها میگن و ان کنا نسمع منها مقاعد للسمع، یعنی ما رفته می نشستیم در بعضی جایهای آسمان و خبر میشنیدیم، از این چی میگیریم که جن‌ها تا اون مسافه که انسان تا امروز اصلا با یگان کشتی کیهانی نرفته است رفته میتوانند. و این چونین مثلا در باره ساختن قصر که اون هم در سوره سبا آمده است که آنها قصر میسازند که از سنگ های قیمت بهای آبی، یعنی وقتی برای سلیمان تا که پادشاهی یا گفتیم اون ملکه یمن ببیند و به قدرت پروردگار باور کند یک قصر خیلی بزرگ میسازند، جن ها کمک میکند و جن ها سنگ های قیمت بها رو از زیر بحرها گرفته می آید و چی میکند؟ با اینقدر قصر زیبا میسازند که حتی ملکه سبا یا بلقیس میگوید این آب است، آن سنگ قیمت بها که مثل آب خیلی درخشان و صاف بود، این آب است فکر میکند. از این میبراید که خیلی شناور هم هستند و به زیر تمام آب رفته هم میتوانند. و چی گفتیم؟ از قدرت های دیگری آنها تبدیل شدن به شکل است که آنها شکل خود را دیگر کرده می توانند، چگونه که در سوره انفال آمده است. در جنگ بعد در صورت سراقه ابن مالک به نزد مشرکان می آید و به آنها می گوید که شما غالب می آید، شما این جنگ را برنده می شوید. سپس در روز قیامت می گوید نه، من اونجا چی بودم؟ شما رو دعوت کردم ولیکن خودم از جمله با شما جنگنده ها نبودم، یعنی شما رو فریب کردم. از این میبراید که او میتواند به شکل انسان درآید و به نزد ابو هریره هم رضی الله عنه حدیث در صحیح هست در صورت انسان آمده بود و برای از من خلاص شدن آیت الکرسی خواند گفته بود. و گفتیم جن ها چند شکل شده میتوانند، چند صورت شده میتوانند و یکی از شکل‌هایشان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث زیاد تاکید کردند مور می باشد. موری که شکلش میدونید خیلی واهمناک است، هر انسان هم ببیند میترسد یا خوف در دلش جا می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بعضی جن‌ها در مدینه مسلمان شدند
برای همین وقتی شما در خانه‌تون مور رو ببینید با او 3 روز مهلت بدهید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و تو میگویم که از الله بترسی از آنجا برآمده رو، یعنی با مور در خانه ببینید همچون انسان صحبت کنید و به او 3 روز مهلت دهید. میگویند اگر در 3 روز نرفت بعداً بکشید که وی شیطان است، اگر در 3 روز رفت شاید او از جنهای مسلمان باشد و من میترسم که شما یک جنهای مسلمان را چی نکشید. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که مورهایی که در خانه می شود اوامر آمدگی است، آنها چه است؟ اکثریتش جن هست، اکثریتش جن هست، بعضیش مسلمان است، بعضیش کافر است و به او شما 3 روز مهلت می دهید و در 3 روز اگر خانه رو ترک کرد چیزی نیست، اما باز بماند دیگر می کشید. و درباره جن اینقدر وقتی گفتیم پرواز میکنن، زیر آب میدرویند، خیلی شکل بزرگشان هم هست که در یک لحظه میرود و تختی مثلا ملکه را از یمن به فلسطین می آورد، یا گفتیم شکل مور می شود، داخلی سگ سیاه هم می شود که پیامبر سگ سیاه را هر کجا بینید بکشید آن شیطان میگویند. این معنیش این نیست که اینقدر از آن بترسیم. چرا؟ برای آن که اگرچه به جن ها اینقدر پروردگار قدرت داده است، ولی پروردگار ما خدای همان جن ها، سازنده همان جن ها، بنده های مسلمانش را زیر حمایه اش میگیرد و الله میگوید این کید الشیطان کان ضعیفه. بدانید که کید شیطان، نیرنگ و حیله های شیطان که شیطان هم گفتیم از جن است، خیلی ضعیف است. این ما هستیم که اون رو خیلی بزرگ میکنیم، از اون میترسیم و دیگر کاملا از خود میرود. برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر میگویند که عمر از تو شیطانی اینس و جن میگریزد، یعنی با اون همه قدرت از عمر از قوت ایمانشان چی بود؟ شیطان اینس جن میگریخت که حدیث در بخاری است. و الله میگوید این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفی بربک وکیلا. ای شیطان میگوید تو اصلا بالای بنده های من سلطنت کرده نمیتوانی، یعنی بنده های من رو زیر دست کرده نمیتوانی. بنده های من که به من ایمان دارند و من برای آنها کافی هستم، من وکیل آنها هستم. و باور کنید خواهران عزیز، این همه انسان هایی که از جن میترسن، اگر قدرت پروردگار در قلبشان جای میشد، آنها ایمانشان به قدرت های پروردگار یقینی و حقیقی و صادقانه می بود، از یگان مخلوق نمیترسیدن، نه مخلوق هایی که از جن هستند نه مخلوق هایی که از انس هستند. پروردگار میگوید و کفی بربک وکیلا، و برای تو وکیل بودن پروردگارت، محافظ بودن پروردگارت کفایه هست، از چیزی نترس. و در آیت دیگر هم میگوید و ما کان له علیه من سلطان، یعنی جن بالای مسلمان ها یگان فرمان برداری یا فرمان روایی ببخشید کرده نمیتواند، ولی هر کسی که با گپ شیطان موافقت میکند، با گفته شیطان راضی می شود، یا گفتیم خودش نفس پلید شیطانی دارد، انا در اینجا او لجامش را به دست شیطان می دهد. برای آنکه الله می گوید انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم به مشرکون. شیطان و جن بالای کسان سرداری می کند که آنها با او دوستی می کنند، آنها هوای و هوس و عقل خود را به او سپاریدن یا موافق او کردن. اما آنهایی که مسلمان هستند، بالای آنها نه شیطان نه جن هیچ کاری کرده نمیتواند. و حتی بالای کافرها هم شیطان کاری میکردگیش وسوسه هست. وسوسه یعنی شما رو اومده نه بوغی میکند نه میزند، نه فقط وسوسه میکند که به وسوسهش اگر داده شدید دیگر
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند مثل حیوانی که آن را از سر نقطه اش یا گفتیم از ارغمچینش کشاله میکند چیکار میکند؟ انا همین گونه او هم کشاله میکند. پس شیطان و جن نباید در قلب من و شما اینقدر قوی و ما از جن میترسم، های من جن رو دیدم مرا این میکنن. نه، شما پروردگار دارید، شما پناه ببرید به پروردگار همون جن ها که پروردگار شما در یک لحظه ببینید که الله تمام جن ها را خادم یا فرمانبری حضرت سلیمان کرده بود. و الله در سوره سبا میگوید جن ها برای سلیمان چی بودن؟ مسخر بودن، فرمانبر بودن و آنها برای هر وظیفه‌ای که سلیمان میگفتند آن را انجام میدادند. و این گونه وقتی که شما از الله ترستان زیاد شد و گفتید پروردگارا به تو پناه میبرم، تو پروردگاری، تو خداوندی تمام این مخلوقات هستی و تو همه آنها رو میتوانی از پیشانیش بگیری، یقین بدانید که نه جن نه شیطان به شما وسوسه نمیکند. باز درباره چگونه رها شدن از ترس از شیطان و وسوسه ها و این چنین ترس از جن الله نصیب کرده باشد صحت و سلامت باشیم. درس دیگر انشاءالله دوام میدیم چون موضوع یک کم وسیع تر است.